مسئله دیگر مسئله احرام است. خیلی میدونیم احرام پوشیدن برای مردها فرض است، چی در حج چی در عمره. و مرد اگر احرام نپوشد نه حجش درست است نه عمرهش، یعنی هر دویش هم باطل می شود. اما زنها با لباس خود احرام میکنید، یعنی همون لباسی که میپوشید که حتما باید وسیع باشد، حتما باید بدنتان نمایان نباشد، خود نمایگی و دقت جلب کننده نباشد کفایه هست. مثلا حدیث در بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن زن در وقت احرام بودنش نقاب نپوشد و دستپوش نپوشد، که یکی از دلیل های آنهایی که نقاب رو فرض نمیگن همین است که دست پوشیدن و روی پوشیدن رو پیامبر میگن عموما در حج نپوشید، اما با لباس عادیتون میکنید. یعنی شما از خانه برای اینکه شما در وقت فرودگاه رفتن که زنها برای لباس عوض کردن شرایط ندارن، یا اینکه در داخل هواپیما وقتی که میقات رو عبور میکنن ندارن، در داخل خانهتون پیش از برآمدن همون لباسی که با اون عمره میکنید اول غسل کرده، پیش از احرام پوشیدن غسل است. خیر زنها هم حتی حیض باشن هم لباسشون رو میپوشن، با همون عمره میکنن، یعنی با همون لباس خودتون. اگر یکی عوضش کردید که عمره خودش 2-3 ساعت دوام میکند، یعنی عمره چند روز مثل حج یک 6 روز نیست که شما اونجا رفته لباسم دیگر کنم چیز دیگر که درست می روید و با همون لباس خودتون عمره میکنید. اگر مثلا از بالایش رو کشیدید و لباسی وسیع‌تر، یا گفتیم در همین خونگی حاضره، سرمای حاضره، پالتویتون رو کشیدید و با حجابی و کرته دراز دیگر عمره کردید باکی نیست. یعنی زنها لباس سفید، لباس مخصوص حج ندارن، هر لباسی که دارید با اون پوشیده می روید. خطا نکنم بعضی شرکت هایی که شرکت های حج عمره هستند مخصوص میگن یک لباس سبز یا سفید یا یک چیز جلقه چیزی بپوشید که همون گروه ما نمایان شود یا کسی رو گم نکنیم، که باکی ندارد. اما مردها، مسئله مردها از همون داخل هواپیما وقتی که نزدیک میشوند یا از داخل فرودگاه اگر لباس احرام نپوشیدن عمرهشون الکی باطل می شود، یعنی عمرهشون درست نیست. حتما باید برای عمره بپوشن. زنها گفتیم لباس خودشان رو میپوشن و زنک یعنی در عمره خواهران عزیز فقط 3 چیز حتمی هست برای شما. یکی یا حتی برای زنها 2 تا گویم همیشه، چون برای مردها احرام است. زنها فقط میروند طواف خانه الله میکنن، بعد از این بین صفا و مروه 7 بار سعی میکنن، راه میگردن. بعد از این میروند و موی سر خود را یک بغم یعنی مقدار اینقدر انگشت میبرن. مردها حتما احرام میپوشند. شما کار میکردگیتون فقط همین است، 7 بار طواف کردن و یعنی فرضش و بین صفا و مروه 7 بار سعی کردن. اما مثلا آب زمزم نوشیدن بعد از طواف این یک مستحب است یا سنت است میگن بعضی علما. یا پشتی بعد از 7 بار طواف کردن پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز خواندن، اگر اونجا شرایط نباشد در کجای خواستید نماز خواندن، یا رفتن از حجر الاسود رو قپیدن، اینها همه سنت است که یک نکردید هیچ گناهکار نمیشوید. پس شما با همون لباس خودتون عمره میکنید و همون وقتی که به هواپیما سوار شدید و حتما اونجا خبر میدن که الان وقتی میقات است، یعنی لبیک اللهم رو بگوید به دهانتان لبیک اللهم عمرتن گفته شروع میکنید که پروردگارا من عمرم رو برای تو شروع کردم. از همان وقت شما الکی در داخل عبادت عمره میشوید، در داخل یعنی محرم حساب میشوید. معنیش این است که شما داخل عمره شدید. از همون وقت ذکر رو شروع میکنید، یعنی